تعالوا وياي خلينا نشوف الايرانيين شنو قالوا عن العراق والعراقيين. بود ممنوندار همه بچهای عراق هستیم، بچهای ناصریه، کرج و بچهای نجف، کربلا، بابل. خیلی خوب بود، دستتون درد نکنه. پذیرایی عالی بود مثل همیشه. ما که زحمت میدیم همیشه به شما، انشالله که یه فضایی هم باشه ما برسیم خدمتتون. خیلی خوب بود در جمع. زیارت قبول انشالله تمزدع دورت بگردم. از طرف مردم ایران از همه شما تقدیر تشکر میکنیم، کمال احترامو داریم. واقعا مردمای خوب، با صفا، با معرفت. همه چی خوب، همه چی خوب، عالی. پذیرایی عالی، مهمان نوازی عالی. زبون زدن مردم عراق توی مهمان نوازی. چند ساله که تو اربعینه ما داریم شرکت میکنیم. زبون زدن، مثال زدنی هن. عرضم به خدمت شما که همه جوره خوب، دوست داشتنی برادر ما هستن، شیعیان ما. به قول گفتنی ما مردم عراق به یه کشور همسایه نمیبینیم، به یه کشور دوست، به قول گفتنی برادر خودمون میدونیم. این که دیگه به قول گفتنی تشییع رهبرمون هم که به قول گفتنی اوقا کردید، مهمان نوازی کردید با اون همه جمعیت، با اون همه امکانات و تشکیلات. ما فقط میتونیم بگیم ممنونیم. انشالله بتونیم جبران کنیم مهمان نوازی شما رو. چی اسم شما؟ میثم. مرکز شهر چی داخلی؟ تهران. اهلا وسهلا حبيبي. موفق. انا محمد دريمي صانع محتوى عراقي وهسه صار لازم تتابعوني.